سلام، امیدوارم حالا احوالتون عالی باشه. مصطفی گودرزی ام و اینجا کانال آموزش زبان انگلیسی مسویده. به همین اسم یعنی مسوید من یک کانالی دارم که آموزش فتوشاپ، ایلستریتور و نرم افزارهای گرافیکی توش دارم. اگر دوست داشته باشید میتونید از اون کانالم برای کارهای گرافیکیتون استفاده بکنید. اما خیلی خلاصه و سریع قبل از اینکه وارد کتاب بشیم میخوام بهتون بگم که برای چی این کانال رو راه اندازی کردم. از اونجایی که من قصد داشتم زبان انگلیسی رو خیلی خوب یاد بگیرم و برای اون اهداف شخصی که حالا تو ذهنم هست ازش استفاده کنم، شروع کردم به کلاس رفتن، کلاس‌های خصوصی گرفتن و تا جای پیش رفتم که نمره دلخواهم رو تونستم از آزمون تافل بگیرم و خدمت شما بگم با نمره 95 من تافل رو آزمونش رو دادم و قبول شدم و الان که اینجا هستم کتابی رو میخوام بهتون معرفی کنم که خیلی میتونه کمکمون کنه توی این مسیر. کتاب Essential Words for TOEFL هستش. این کتاب خیلی منبع خوبی برای لغته، اما حوصله سر بره. یعنی مشکلی که همیشه خودم باش داشتم این بوده که نمیتونستم ارتباط خیلی خوبی باش بگیرم، از این جهت که کتاب خیلی نمیگم خشکیه ولی تنها خوندنش هم کار سختیه. به خاطر همین حد زدم شما هم شاید این مشکل رو داشته باشین که دوست داشته باشین یه پارتنری باهاتون باشه، یه نفر که کلمات رو باهاتون توی یه حالت خیلی عادی و روتینی که دارید توی زندگیتون سپری میکنید توی خونه نشستین و یه سری کلمات رو با هم کار میکنین، یه سری قوانینش رو یاد میگیریم و این شکلی میتونیم ارتباط خیلی خوبی با لغات بگیریم و زودتر اونها رو حفظ کنیم و به صورت کاربردی ازشون استفاده کنیم تو مثالهای جمله. هیچ وقت ما نمیریم یه کلمه رو، خیلی این باب نیست بین بچه‌ها که برن مثلا این کلمه رو توی گوگل ترنسلیت یا مثلا توی گوشیشون تحلیلگران بزنن و بخوان اون کلمه رو توی جمله هم ببینن و این شکلی مثلا حفظش کنن. خیلی‌ها دوست دارن تک تک لغات رو حفظ کنن که این کار اشتباهی هست. یه جورایی اگر شما بتونید توی یک جمله یک کلمه رو جا بدین، این خیلی راحت‌تر با ذهن شما ارتباط برقرار میکنه و ثبت میشه. اینو بدونید که قدم اول بچه‌ها حفظ کردن و استفاده از کلمه نیست. قدم اول ما این هسته که چشممون با اون کلمه آشنا بشه. توی مهارتی مثل ریدینگ وقتی دیدیمش بتونیم خیلی راحت یک متن بلند رو متوجه بشیم و خود به خود به صورت اتوماتیک این توی شما دیگه نهادی نمیشه کلمه و وقتی که بتونین مثلا میگم 2-3 بار توی یک متن ریدینگ یا پسیج اون رو دیده باشین، میبینین که خیلی راحت میتونید ازش استفاده کنید و هیچ مشکلی هم با استفادهش دیگه بعد از اون ندارید. خدمت شما بگم بریم سراغ اولین درسش. بچه این کتاب برای تافل فقط نیست، شما میتونید برای کسایی که دوست دارن آیلتس هم بدن میتونن از این کلمات استفاده کنن، چون این کلمات بسیار های لولن و توی تمام آزمون‌های آکادمیک ازشون استفاده میشه. اگر میخواید آیلتس جنرال بدین خب موضوعش فرق میکنه، شاید کلمات پایینتر و غیر آکادمیکی به شما بخوره، ولی این کتاب هم برای خدمت شما بگم آزمون تافل هم برای آزمون آیلتستون خیلی کاربردیه. خب بریم سراغ درس اول. کلماتی که این بالا مشاهده میکنید کل کلماتی هستن که قراره توی این درس با هم دیگه کار کنیم. کلمات آسون هم بینش هست، کلمات تخصصی سخت هم بینش خواهیم دید. اما اولین کلممون که قید هستش، ADV اختصاراً میشه فرم قیدی یک کلمه. کلمه abroad هستش، تلفظش abroad. توضیحی که بابتش داده گفته to or in another country، به یا در یک کشور خارجی دیگه. نگاه کنید بچه‌ها، این کلمه به هیچ عنوان حرف اضافه به خودش نمیگیره. یعنی وقتی میخواید بگید من میخوام برم مثلا به خارج، نمیگیم I want to go to abroad، مستقیما میگید I want to go abroad. بعد از go و چسبیده به کلمه ابراد ما دیگه حرف اضافه نداریم. این نکته هستش که حتما باید در نظر بگیرید. اما توی معنیش بهتون گفتم که 2 تا معنی داره، در خارج و به خارج. میریم توی جملاتش ببینیم معنیش چی اصلا، برای چی ما این حرفو میزنیم. گفته که Louis Armstrong often traveled abroad. آقای لوئیس غالباً به خارج از کشور سفر میکرد. به خارج، میبینید اینجا کلمه در معنای به خارج خودش استفاده میشه و اون به هم توی معنی خود کلمه ابراد هست. جمله بعدی رو با هم میخونیم. Living abroad
can be an educational experience. زندگی در خارج یا زندگی در خارج از کشور میتونه تجربه آموزنده‌ای باشه. درسته؟ پس اینجا living abroad میشه زندگی کردن در خارج. اینجا در خارج هستش، به خارج معنی نمیشه. پس این دوتا کاربرد رو برای ابراد به خاطر بسپارید. کلمه بعدی بچه abrupt هستش. abrupt به معنای quick without warning، ناگهانی، سریع و بدون هشدار وقتی اتفاق میفته. شما میتونید از این کلمه استفاده کنید. اومده سینونیم که براش داده sudden هستش. اگر خواستین abrupt رو به عنوان قید استفاده کنید بعد بگید abruptly، یعنی ناگهانی یا به طور ناگهانی. اگر هم خواستید براش سینونیمی بگید میتونید بگید suddenly. این دوتا کلمه کاربرد مشابه دارن. abrupt های لول تره. میریم سراغ جملاتش. There was an abrupt change in the weather. تغییر ناگهانی در آب و هوا به وجود اومد. After the incident, everyone left abruptly. بعد از اون حادثه، اتفاق یا واقعه، همه اون محل رو که الان اینجا توی پرانتز میتونیم بذاریمش به صورت ناگهانی یا به طور ناگهانی ترک کردن. پس اینجا قیدی استفادهش کردیم. توی جمله اولمون abrupt adjective یا صفت بود. میریم سراغ کلمه بعدی بچه‌ها. کلمه بعدی acceptable هستش. کلمه آشنا به گوش همتون که فکر میکنم همتونم خیلی استفادهش میکنید. acceptable به معنای قابل قبول. وربش، ادوربش، ناونش و ادجکتیوش رو اینجا میبینید که ما به کرات ازش استفاده میکنیم و حس میکنم نیازی نیست این کلمه رو خیلی روش مانور کنیم. بذارید جمله های اکسپتبل هم بخونیم با هم دیگه که یک مروری شده باشه بیشتر تو ذهن بچه‌هایی که شاید نشنیدنش باشه. میگه the idea was acceptable to everyone. میگه اون ایده یا عقیده برای همه قابل قبول بود. acceptable. توی جمله بعدی میگه the registrar accepted more applicants than he should have. میگه متصدی ثبت نام اومده متقاضیان بیشتری رو قبول کرده نسبت به اون چیزی که باید قبول میکرد. پس اینجا accepted میشه قبول کردن، پذیرفتن. کلمه بعدی بچه acclaim هستش. acclaim معنی که داده enthusiastic هست، approval هست و applause به معنای تمجید، تشویق و تحسین به ترتیب. و مثالی که زده بابتش حالا اومده گفته در نقش صفتی acclaim میشه acclaimed، ایدی میگیره. بچه خیلی مواقع زمانی که یک کلمه رو ما میخوایم از نقش مثلا اسمیش تبدیلش کنیم به صفت، با دادن ایدی میتونیم این کار رو انجام بدیم. یعنی مثل اینکه حالت سوم یک فعلی رو بسازیم که حالا اون پس پارتیسیپل هست و ازش استفاده کنیم برای مثلا حال کامل. در زمان حال کامل مثلا میخوایم بگیم I have seen. اینجا میبینید که از ترکیب have و has به علاوه پی پی استفاده کنیم. خیلی از مواقع در زبان انگلیسی زمانی که ما از پی پی یک کلمه استفاده میکنیم، یک فعل استفاده میکنیم، میتونه ادجکتیو هم برای ما بسازه. مثلا این کلمه رو توجه کنید. اینجا گفتیم claim به معنای تمجید کردنه. claimed یعنی ایدی دارش یا پس پارتیسیپلش اومده به معنای تحسین شده و یک صفته. مثلا میخوایم بگیم فلانی انسان تحسین شده است. میتونیم از این کلمه استفاده کنیم که توی جمله الان با هم دیگه میبینیمش. جمله دوم اول میخونم. Acclaimed authors often win Pulitzer prizes. غالباً مؤلفان تحسینی شده، یعنی یک صفتی برای مؤلفان هستش، جایزه های پالتیزر رو میبرن. پس میتونید بگید acclaimed student went out yesterday. دانش آموز تحسین شده بیرون رفت دیروز. هر جمله‌ای که دوست دارید میتونید با این کلمه بسازید. کلمه بعدی بچه adverse هستش. adverse displeasing میتونه معنی بده به معنای نامطلوب، نامساعد و
یا به صورت کلی وقتی شما میخواید از کلمه bad استفاده کنید، بد انگلیسی this is so bad، میتونید از این کلمه هم استفاده کنید. یعنی میتونه یک سینونیم مناسب برای بد کردناتون باشه، چون ما خیلی توی جملاتمون زمانی که داریم صحبت میکنیم انگلیسی از کلمه bad good استفاده میکنیم که معادل هاشون رو اگه بلد باشیم خیلی های لول تر و بهتر میتونیم صحبت کنیم. همونطور که میبینید در معنای ادوربش میتونه adversely باشه و ناونش هم اگر خواستیم استفاده کنیم میتونیم از adversity استفاده کنیم که به معنای ناملایمات میشه و adversely به معنای گرفتاریه. میریم سراغ مثالاش. Adverse weather conditions made it difficult to play the game. Adverse weather conditions made it difficult to play the game. شرایط نامساعد آب و هوایی انجام بازی رو سخت کرد، دشوار کرد. اینجا adverse weather در نقش adjective اومده، یعنی شرایط نامساعدش. اوکی، ما داریم از یک ویژگی هوا صحبت میکنیم دیگه. اینجا از کلمه adverse استفاده میکنیم. His indecision adversely affected his job performance. میگه که بچه decision به معنای چیه؟ میگیم معنای تصمیم گرفتن دیگه، درسته؟ این تصمیم گرفتنه اگر این بشینه پشتش به معنای دودلی میشه، یعنی کسی که نمیتونه تصمیم واحدی رو بگیره. پس اینجا his indecision adversely به طور adversely یعنی به طور نامساعدی تأثیر گذاشت روی اون عملکرد کاریش، روی his job performance. کلمه بعدی بچه‌ها aspect هستش. aspect هم شما میتونید معنای جنبه و منظر معنیش کنید. حالا بریم روی جمله ببینیم به چه شکل اصلا کلا ساخته میشه جملات باهاش. I would trust the professional's advice is in that aspect of economics. میگه که من به توصیه حرفه‌ای ها در این جنبه in that aspect of economics در این جنبه از اقتصاد اعتماد دارم. به صورت کلی براتون معنیش میکنم یه بار. من به توصیه حرفه‌ای ها در این جنبه از اقتصاد اعتماد دارم. I would trust the professional's advice in that aspect of economics. میریم سراغ کلمه بعدی. کلمه بعدی attractive. تلفظ شما هم داشته باشین. بعد از اون میریم سراغ معنی این کلمه. هر وقت شما خواستید بگید یک چیزی جذابه، دلپذیره، باحاله، جذابه، از کلمه attractive میتونید استفاده کنید. اگر خواستید در معنای وربیش بخواید ازش استفاده کنید، تو جمله در نقش فعل بخواید ازش استفاده کنید، میتونید از attract به معنای جذب کردن استفاده کنید و از attractionش در نقش اسم به معنای جاذبه استفاده کنید. attraction. میریم سراغ جملاتی که میشه با این کلمه ساخت. The idea of working for 10-hour work days was attractive to the employees. پیشنهاد کار کردن به مدت 4 روز کاری روزی 10 ساعت برای کارکنان جذاب بود. The idea of working for 10-hour work days was attractive to the employees. جمله بعدی. The major attraction of the show was a speech by the president. میگه جاذبه اصلی اون نمایش سخنرانی رئیس جمهور بود. جاذبه اصلیش the major attraction. بریم سراغ کلمه بعدیمون، کلمه autonomous به معنای خودمختار یا مستقل. توی سینونیمش همونطور که میبینید کلمه independent هست و اون هم معنای مستقله. این کلمه ادجکتیو صفته، یعنی شما میتونید به یه چیزی اطلاقش کنی، به یه شخصی، و الان توی جملاتمون خیلی راحت‌تر میتونید این رو درک کنید. میایم این پایین‌تر میبینید که نوشته Mexico became an autonomous state. Mexico became an autonomous state in 1817. در سال 1817 مکزیک یک دولت خودمختار شد. Mexico became
and autonomous. اوکی؟ پس اینجوری ازش استفاده میکنیم. میریم سراغ جمله بعدیمون. Although working closely with the government, all businesses function autonomously. اگرچه تمام مؤسسات تجاری یا دولت همکاری نزدیکی با هم دیگه دارن، اما به صورت مستقل عمل میکنن. All business function autonomously. میریم سراغ کلمه بعدیمون و آخرین کلمه‌ای که امروز با هم دیگه یاد میگیریم. chronic. این کلمه به معنای مزمن یا همیشگی هست. زمانی که میخواید بگید یک مشکلی، یک مریضی به صورت مزمن و بدون وقفه ادامه پیدا کرده، میتونید از کلمه chronic استفاده کنید. سینونیمی که داده constant هستش، اون هم به معنای ثابت و پایداره. constantly به طور ثابت، به طور با دوام. میریم سراغ جملاتش و این درس رو تموم میکنیم. The author's chronic headache prevented her from finishing the chapter. سردرد مزمن نویسنده مانع از این شد که اون بتونه فصلش رو تموم کنه. درسته؟ The author's chronic headache prevented her from finishing the chapter. میریم سراغ جمله بعدی. He is chronically late to class. میگه که اون همیشه دیر به کلاس میرسه. پس اگر خواستین یه چیزی رو که مدام اتفاق میفته رو بگین، میتونید از معنای قیدی این کلمه استفاده کنید، در نقش قید بیارینش و به این صورت یه جمله خیلی با کلاس و خیلی های لول بسازید. He is chronically late to class. He is chronically late to class. یعنی او همیشه دیر به کلاس میرسه. بچه در ادامه این PDFی که الان من روی صفحه داشتم، شما میتونید اینو دانلود کنید از وبسایت ها. یه سری متن ها، پسیج ها هست که اومده از تمام این کلمات تو اونا استفاده کرده. بهتون توصیه میکنم حتما الان یا 1-2 ساعت بعد برگردین برین روی کتاب اصلی توی سیستمتون، اگر هم میتونید کتابش رو تهیه کنید و اون پسیجا رو بخونید و ببینید شکل‌های مختلف استفاده از کلماتی که امروز یاد گرفتیم در جمله توی متن حرفه‌ای به چه شکله. امیدوارم که راضی بوده باشین. اگر سوالی بود حتما تو کامنت ها بهم بگین، بهم انرژی بدین که با هم دیگه این کلاس رو ادامه بدیم و کلمات خیلی خفن رو با هم دیگه کار کنیم.